خب دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. آرمان هستم با یه آموزش جدید، یه آموزش کاربردی تو محیط لینوکس که میخوایم با چند تا ابزار داخل لینوکس روی هر ورژنی که هستید روی فایل ها کار انجام بدیم و بشه ازشون دیتا استخراج کرد، بشه آمارگیری کرد، که این در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشته باشید. خب بریم سراغ کار. بریم رو حالت بریم ترمینال رو باز کنیم. ترمینالمون رو باز میکنیم، میریم تو فایل من توی دانلودز هست، یه دونه فایلی هستش که لاگ های سرور رو همینجوری دستی خودم نوشتم. لاگ های یعنی چیز رسمی نیست، چیزی که خودم نوشتم فقط برای اینکه آموزش رو پیش ببریم. ببین اینجا هست server.logs. بیا اینو باز کنیم بخونیم ببینیم چی داخلشه. ببینید تعدادی خط هست که متدهای get و post رو داخلش نشون داده و من میخوام روی این متدها کار انجام بدم، بهتون نشون بدم که چجوری با این ابزارها میتونید محتوای یک فایل رو دسترسی بهش داشته باشید، باش به قول معروف کار بکنید. ببینید من یه دونه آی پی سرور خودمون دارم، یا آی پی که درخواست دهنده است و حجم درخواست هست، چیز کاملا چرت و پرتی به قول معروف خودم ساختم، ولی میخوام روش کار بکنم. خب و آمارگیری بکنیم. همین خیلی هم اتفاقا کاربردیه. خب بریم اول باید فایل رو بخونیم. برای همین میایم فایل رو میخونیم. کت میکنم server.logs رو. خب پایپ میکنم. پایپ چیه؟ پایپ اینه خروجی یه دستور رو میده به دستور بعدی برای اینکه روش کار بکنیم. بهش میگم پایپ کردن. مثلا cat server.logs محتوا رو نشون میده. ببینید محتوای من اینه. خب حالا میخوام این خروجی رو بدم به دستور بعدی. خب که حالا داخلش متدهای get هست و post و میخوام حالا ببینم چقدر دستورات get داریم، چند تا دستور post داریم. خب میخوام اینو بفهمیم. حالا میایم دوباره خروجی رو میدیم به دستور بعدی، میخونیم فایل رو، خروجیش رو میدیم به دستور بعدی. میخوایم ببریم، یعنی با کات و یه دونه دکوریتور یا جدا کننده ای که ما میخوایم، چون فایل ما از فاصله استفاده میکرد، ما فاصله میخوایم استفاده کنیم، ولی شما میتونید ویرگول استفاده بکنید یا هر چیز دیگه. مال ما فاصله است، با فاصله از هم جدا میشه. و فیلدی که میخوایم، ببین فیلد یک همون فیلدی هستش که قبل این دکوریتوره. حالا ببینید خروجی رو بهتون نشون بدم. ببینید گت رو به من نمایش میده. خب اگر کت بکنید ببین خروجی بر اساس اولین دکوریتور یک خطه میاد، میگه آقا فیلد یک همون سمت چپ دکوریتوره. اگر فیلد دو رو بزنم سمت راست ترینش میاد، مثلا همین آی پی سرور خودمون. حالا میتونیم همشون رو آزمایش کنیم. ببینید فیلد دو رو میزنم، آی پی سرور رو نشون میده. خب همین آی پی سرور. میریم دکوریتور بعدی، اگر فیلد 3 رو بزنم آی پی خودمون رو یا اون چیزی که اون کلاینت درخواست دهنده رو نشون میده. دکوریتور بعدی اگر 4 رو بزنم حجم رو نشون میده. میبینید آخرین رو نشون میده. خب بریم سراغ کار. خب میریم رو فیلد یک، چیزی که میخوایم گت و پست رو نشون میده. میخوایم ببینیم چند تا گت داریم، چند تا پست، و میخوام ببینیم تعدادشون چقدره، چقدر سرور من درخواست گت داشته، چقدر پست. یعنی چجوری این کار رو انجام میدیم؟ همین دستوری که بود. خب خروجی cat server.logs رو میدیم به کات، بعد هم کات میزنیم، بعد سورتش میکنیم. البته اینجا سورت لازم نیست، ولی خودمون صرفا انجام میدیم چون اینجا خودش سورت شده است. حالا اگر سورت بکنیم و از آپشن حالا سورتش بکنیم بعدا نمیگم، یا آپشن چیزا بگیم ریورس، یعنی برش کردم، و یه آپشن ان داره که واسه نامبرز، چون مال ما نامبرز نیست یا اعداد نیست، همون ریورس. پست ها میان اول و گت ها میرن آخر، یعنی برای من برعکس میکنه خروجی رو. خب حالا من نمیخوام برعکس بشه، سورت میکنم و میخوام ببینم چه تعداد پست و گت هست با دستور یا حالا ماژول یونیک هستش. یونیک میکنه همه اونایی که مشابه هستن رو به یه دونه تبدیل میکنه. خب و با یه دونه آپشن کاونت یا خط تیره سی تعداد رو به من نشون میده. همینطور که میبینید تعداد گت ها و پست ها رو به من نمایش داد. میتونیم با یه دونه کتابخونه‌ای به اسم ترمگراف که مال پایتون هست، مال خود زبان پایتون هست، یه دونه چارت هم نمایش بدیم. این کارم میتونیم بکنیم، ولی خب باید قبلش یه کارهایی روش انجام بدیم. یعنی چه؟
یعنی بیایم این 25 همون اعداد تعداد رو از سمت چپ بیاریم سمت راست. اول environment پایتون رو برای اینکه بتون ترم گراف رو داشته باشه فعال میکنم، سورس میکنم، میرم اون محیط environment خودم رو فعال میکنم توی پوش پایتون، توی env bin و activate هستش. خب ببینید اون سمت چپ نمایش داده میشه که environment من فعال شد. حالا برای اینکه بخوام اینا رو به ترم گراف بدم باید 20 رو بیارم سمت راست یا 50 اون تعداد رو بیارم سمت راست. با یه دونه دستور به نام awk که خیلی کاربردهای زیادی داره این کار رو انجام میدم. میگم awk خب باید برای من پرینت بکنی اونجوری که من بهت میگم. داخل دوتا پارانتز باز و بسته به قول خودمون فیلد 2 که گت و پست هستن همون نوشتار رو میاریم اول، یه دونه فاصله میذاریم وسطشون و فیلد اعداد رو میاریم آخر. ببین چقدر قشنگ اومدن سمت راست قرار گرفتن. هم میتونیم با ترم گراف بهتون یه دونه چارت کوچولو موچولو نشون بدیم. ببینید حالا این ترم گراف آپشن های مختلفی میگیره، مثلا کالر میگیره، میگم مثلا گرین، یا تایتل میگیره، مثلا بهش عنوان میده، مثلا من میگم حالا مای چارت، به نظر من خوبه، یه هشتگ هم آخرش. ببینید دقیقا همون چیزی که من گفتم انجام شد. این یه آموزش خیلی کاربردیه برای افرادی که به محیط‌های گرافیکی دسترسی ندارن و صرفا توی VPS یا حالت ماشین‌های مجازی روی سرورهای مختلف کار میکنن. شما میتونید به قسمت‌های مختلف دسترسی داشته. حالا من میخوام به اون پکت‌های ارسالی گت و پستم رو بر اساس حجمشون بیام نمایش بدم، از بزرگ به کوچیک. اینم میشه، سخت نیست، خیلی چیز ساده‌ایه. اینم کار بکنیم حالا قبل اینکه ویدیو رو به پایان برسونیم. کت میکنم اون خروجی server.logs رو پایپ میکنم، دوباره میدم به دستور کات. میگم کات با دکوراتور فاصله آخرین فیلد رو به من بده، همون فیلد 4 هستش. ببین من نمایش میده. حالا میگم سورتش کن، میخوام بگم سورتش کن بر اساس عدد به صورت برعکس، ریورس میکنم. حالا نامبر ریورس. ببینید از بزرگ به کوچیک به من نمایش داده میشه. دمتون گرم که تا الان با ما بودید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. میتونید برید تو اینترنت نگاه کنید، خیلی کاربردهای بیشتری داره و این فقط تعدادی از اون چیزایی به درد بخورش بود که من گفتم. تا درودی دیگر، بدرود.